قریب ماهانش $5000 ای برادر. این همی آفیس میداره درون هم تجهیزات زمانوی. راستی که برادرم من سمینار دعوت بدم اینا اومدم دیدم هیچ چیز نفهمیدم. کونا که برادرم میگن ای مو گارینی بریدیم و پلی کلام گرفتیم و اولیکمون بلند ای یکیش میگه ای وای نرین کی مقصد میسوزن و ایتا همون گپارش اینه. قبول کردنش همین پرسنتاژش بالا میشود. لیکن 17 تا yo'q degan narsa. لیکن اگر یک گروه توی معلومی خاص میگن اینجا بی معلومی جمعیت دوباره میگن تعریف نمیشه در دوباره میگن. در این کلام پر علامت سوال شد برادرم. که کی چی معلومات داره؟ سلام برادر عزیز. اینترنشنال. این میهمان خود ازبکستان. دوستان عزیز من در یک سمینار شدیم آموزش برای بیزنس. تجارت رشد دادن در کار خیلی یک سمت بلند رسیدن در کار این موضوع است. یکم نفر رو دعوت میکنیم میگیم مقصد همین خیلی کارخانه هست درست کارخانه دیلش خیلی یعنی کسی رو دعوت میکنیم سراز ترس میگوید پیش از اینکه این کمپانی که من گفتم ناباوری میگوید پیش از اینکه این با این رو دعوت میکنم درست کارخانه باها سرش خیلی فکر میگوید بعضی کارخانه مثلا کار کردن نتونستگی یا شوندگی از این کس سراز ترس میگوید سراز میپرسد که چیکار کنه چیکار میکنی همین خدا ترس داشتگی رو چه دعوت کنه ترس همچنین چی رو دعوت کنه ترس داره چی رو دعوت آدم رو موفق بمگم خورپونو داره تکلیف بگرد تو خورپ شد خیر بچند خیر شد آدمی که ذهنت سمیزی یکی دیگه میشه چی ترس باید همه آدم مثال یعنی او دیگه چیزه بعد دیگه خاصه دیگه مسئله که مثال لیکن اگر یک گروه توی معلومی خاص میگن اینجا بی معلومی جمعیت دوباره میگن تعریف نمیشه در دوباره میگن چی کنیم؟ سیردونه چقدر از شوردونه محصولات تاباتی تیار میکنیم مثلا کافی هاش از برای پنجین سخر مثلا ارونی کردن سخر پیشگیری کردن سخر روغانش هست برای اسما مثلا برانخیتا توزه کردن کپسول هست کپسول برای مثلا زخم دورنی داغ میدرنج کردن خب گذار میکردن آدم ها جدی قبول میکنن این بیزنس Aslida insonlar juda ko'pchilik muvaffaqiyatini ko'radida. در اصل مثلا آدم ها وقتی میبینن که مثلا در اینجا موفق شده میتونن اینو حس میکنن Lekin biz insonlar dangasa. لیکن آدم ها بسیاریش تنبل هستن Dangasa bo'lgani uchun ham jiddiy qabul qilib kelmaydi. برای که دنگسه یا تنبل بودگیش اینو جدی قبول کردن نمیخواد Bir muvaffaqiyatli insonning tarixini eshitadi. آدمی که مثلا موفق شده همون هیستوریش تاریخش میشنوه Bu yo'lda boy bo'lsa bo'ladi, lekin men uchun emas, chunki bu qiyin yo'l deb o'ylaydi. مثلا باید فکر میکنه که اگر میشد است که در اینجا باشدن لیکن اینکه قیین است این برای من توفیق نمیکنه فکر میکنم Ya'ni insonlar o'zini o'zgartirishni xohlamaydi. بسیار آدم خودشون رو دیگر کردن نمیخواد Oddiy misol uchun یک مثال میگم narkomanlar مثلا آدمایی که نارکومان هستن biladiki baribir hayoti nobud bo'lyapti. مثلا میفهمن که میدونن که همین زندگیشون نابود شده است Lekin nobud bo'layotganini, kelajagi yo'qligini ko'rib ham, lekin narkomanlikni qilishda davom etadi. مثلا میدونن همین کاری که مثلا نابود شده ایستادن لیکن همون کارو با تکرار کردن میکنن Xuddi shunaqa insonlar ham. همین آدم هم مثلا برای زندگیش همین خیلی است برای Ya'ni dangasaligini hozir yengmasa, kelajakda hech narsaga erisholmasligini tushunadi. مثلا آدم ها میدونن که اگر مثلا همین تنبلیشون رو حاضر برطرف نکنن
میدونم که در آینده یگان چیزی خوب به این چیز نمیبینم. مثلا با مقصد رسیدن هر دوی ما Biz bir-birimizga kerak. ما با یکدیگر با همدیگر در کار هستیم Mani orzuyimga erishishim, و رسیدن مقصد من seni orzuyingga erishtirishimni orqasida. با مقصد من رسیدن یکی از راهاش با مقصد اگر توی رسانم به من میرسم. Lekin buni faqat men xohlasam, لیکن اگر این چیز رو فقط من خواهم unda natija bo'lmaydi. اونجا رزultat نمیشه. Ke bir-birimiz orzuyimiz uchun بیا برای آرزوی مقصد یکدیگر kelishuv qilamiz. یک ساختگی بسیار اپلاین میدونید، اپلاین بالاسری، داونلاین پایان همان. مثلا بسیار اپلاین خطاگی میکنند که مثلا 1 2 3 4 5 قدم برای مثلا داونلاینش میموند. Shunda u jiddiy qabul qilmaydi, zaiflaningiz qilmasligi boshqa. لیکن برای جدی قبول نمیکنند و کاری که شما میگویید و اجرا نمیکنند. وقتی که موتیواسیون میگیرند اینا این چیز قرار قبول کردنش همین پرسنتاژش بالا میشود. Lekin 17 ta yo'q degan narsa, لیکن 17 تا نگفتگی چیزا unga sekin-sekin sabablarni topishni boshlaydi. و وقتی نمیشنود یا که مثلا همون 17 تا نگفته آستا پریچینا و کافتن سر میکنند. انا دوستان عزیز ما در نام آفیس که سنتر دا آفیس گرفتیم اینا قریب ماهانش $5000 ای برادر این همی آفیس میدروی درون هم تجهیزات زمانوی با ما شما دا نشان دادن میگیم. خب اینجا مسئله دارو بوده برای کسل قند بس برای کسل رگ برای کسلی خیلی نمیدونم خطون دیدین من هیچی گفتن نمیتونم در این کلام پر علامت سوال شید برادر که کی چی معلومات داره بنویسه کامنتار آزاده برادر بنویسین یا چی میخوان خلق چی میخواه که یه بار بنویسین. من راستی که با همجا دعوتی بودم هیچ یک فهمیدم یک قنه فهمیدم خیلی گپای خوب گپ زدن معامله خوب کردن آدمگری خوب کردن مقصد که همه معامله شون خوب هم ایش بهش خندیده ایش نمیشون خندیده سلام علیک اما هیچ نفهمیدم برادر درساشون هم همتری اونو دیدین خطون گفتم در کلام پر علامت سوال شد. خیر برادرم میگن ای مو گارینی بریدیم و پلی کلام گرفتیم و اولیکمون بلنده و یخش میگه ای وای نرین کی مقصد میسوزن و ایتا و اوتا همون گپارش اینه من نه با چشمم دیدم کو کی چیزی در کامنتار بنویسه التماس کو همی ما باید دورو بخریم اون هر دیگه ساعت بده کو ساعت هایی که تراسی تلوهی گفته گم میزدن و مقصد که و شهادتش مثلا دیده بدون کی گفته بودن ما سوختیم هر دیگه شوی ما برد کردیم هیچ نفهمیدم که همین چی این مسئله دارو دایی کو کی چی میدونه التماس بنویسه